رپسروی شناخته توجیک نوروز ولیف که در عالم رپ توجیک با تخلص ناوک ام اس معروف می باشد، در دهه سوم ماه اکتبر سال 2023 در شهر مسکو از جانب یک گروه به گفته خودش زادگان جمهوری داغستان روسیه لطکوب شده است و قریب 2 هفته باز در بیمارستان شهری کلینیک رقم 1 به نام پیراگوف در شهر مسکو تحت دبابت قرار دارد. در یک ویدیو ناوک میگوید که دندانها و چند قبرغش را زده شکستند. بر اساس تشخیص طبیبان جوغ ناوک نیز از 2 جا شکسته است. در نوار دیده می شود که او در بنای پلیس قرار دارد. یک همشیره طبی به بازوی ناوک سوزندارو میگذراند و کارمندان پلیس چند نفر را بازپرسی دارند. در ادامه ویدیو ناوک در بالای کت بیمارستان درباره شکستن دندانها و جوغ و انگشت و قبرغه‌هایش حرف میزند و سپس ثبت آدیویی صحبتش میگوید که او میگوید هدف حمله یگان 20 داغستانی قرار گرفته است. بابای لنگری بعد چند روز این حادثه به عیادت ناوک به بیمارستان رفته تفصیلات بیشتری را درباره لطکوب این آوازخوان رپ نشر کرد. در این نوار بابای لنگری که در رورو بیمارستان در کنار ناوک ام اس نشسته است نقل کرد که ناوک و یک نفر دیگر برای بچه‌های توجیکی که در طرف دمدید و کار کردند ولی پولشان را ندادند برخواسته با یک داغستانی دعوا کردند. داغستانی آنها را برای صحبت مردانه دعوت کرده است ولی وقتی ناوک و رفیقش برای صحبت مردانه می رفتند ازیامی که اون داغستانی با خود آورده بود به آنها حمله کرده بهرامانه لطکوبشان میکنند. درباره سرنوشت اون رفیق ناوک خبری نیست. به گفته بابای لنگری از بس که حجتهایش چندان درست نبود او به کجای غیب زده است. اون بچه‌هایی که ناوک برای گرفتن پول اونها رفته بود بجز از 2 یا 3 نفرش بقیه نیز خود را یک طرف کشیدند. ولی ناوک به گفته بابای لنگری باید جوغ از 2 جای شکسته خود و همین طور کاسه‌خانه و مغز سرش را که نیز در این حمله آسیب جدی برداشته است فوراً جراحی کنند. تنها برای جراحی جوغش از ناوک در بیمارستان 160,000 روبل طلب کردند. به گفته بابای لنگری آن داغستانی که سبب این کار شد در اول وعده داد است که پول طبابت ناوک را میدهد ولی بعدا تلفنش را خاموش کرده است و از بس که پول جراحی را باید فوراً بدهند آنها برای کمک به مردم مراجعت کردند.